شاید خیلیاتون بدونید ولی ایتالیا و مذهبیای اروپا مسیحی‌ها 3 تا جشن و 3 تا روز بسیار مقدس دارن. یکیش که همون ناتاله تولد مسیح 25 دسامبر، یکیش هم که یک ژانویه است کریسمسه که خیلی مذهبی نیست، ولی یک روز خیلی به خصوص دارن مذهبیای کل دنیا مسیحی‌ها که امروز 6 ژانویه. چرا؟ و شاید خیلی از ایرانی‌ها ندونن این روز تعطیلی رسمی به خاطر ایرانیاست و پرسی‌های خیلی قدیمه. چرا؟ عکسشو همینجا میبینید. به امروز 6 ژانویه میگن اپیفانیا دل سینیوره، یعنی روز 3 شاهد. 3 تا شاهد ایرانی با هدایا زمان خیلی قدیم وقتی مسیح به دنیا میاد، 3 تا دانشمند ایرانی تو اکثر کلیساهاشون عکسشون هست، هدایا رو تو ردیف اول برای مسیح میارن و گواه و شاهدی میشن که ایشون منجی و مسیحه. به خاطر همین بهش میگن روز 3 شاهد ایرانی ها و این روز تو تعطیلی رسمی کل ایتالیاست و براش مقدسه. خیلی مخلصیم.